آیا تا به حال احساس کردید که آرزوهای بزرگی در سر دارید اما هیچ انرژی برای عمل کردنشون ندارید؟ فکر میکنید فردا انجامش میدم اما اون فردا هیچ وقت نمیرسه. دلتون میخواد کارهای بزرگی انجام بدید اما شروع کردنش خیلی سخت به نظر میاد. به نوشتن یک کتاب، تناسب اندام یا یادگیری یک مهارت جدید فکر میکنید. اما در عوض وقتتون رو با گشت و گذار در گوشی یا تماشای تلویزیون میگذرانید. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش این نیست که شما ذاتاً تنبل هستید، بلکه به خاطر اینه که وظایف بیش از حد بزرگ به نظر میرسند. وقتی چیز زیادی سخت به نظر میرسه، مغزتون میگه بیا بریم یک کار آسانتر انجام بدیم. اما خبر خوب اینه که شما میتونید این مشکل رو برطرف کنید. تنبلی هویت شما نیست، فقط یک عادته و عادتها قابل تغییرند. به این فکر کنید که چند بار به دلیل غیر ممکن بودن هدف گیر کرده اید. میخواید پول پس انداز کنید اما فکر کم کردن هزینه ها در همه چی سخته. یا میخواید سالم تر شید اما فکر دویدن هر روز خسته کننده به نظر میرسه. مشکل این نیست که اهمیت نمیدید، مشکل اینه که مغز شما طوری برنامه ریزی شده تا از درد دوری کرده و به دنبال آسایش باشه. اما شما میتونید مغزتون رو گول بزنید. در اینجا 3 گام ساده برای کمک به شما برای رها شدن از تنبلی و شروع کردن کارهای مهم آورده شده. گام اول، اون رو کوچیک کنید. وظایف بزرگ ترسناک به نظر میرسند، پس اونها رو کوچیک کنید. برای مثال اگه میخواید کتاب بنویسید، به نوشتن 200 صفحه فکر نکنید، فقط امروز یک جمله بنویسید. قدم‌های کوچیک آسان‌تر هستند و باعث میشن احساس خوبی پیدا کنید. این کار شبیه کوهنوردیه. شما یک باره به قله نمیدوید، بلکه قدم به قدم جلو میرید. مثال دیگه، اگه میخواید گیتار یاد بگیرید، سعی نکنید یک آهنگ کامل رو در یک روز یاد بگیرید. فقط یک آکورد رو تمرین کنید و با گذشت زمان این تلاش‌های کوچیک به نتایج بزرگ تبدیل میشن. رمز موفقیت اینه که روی پیشرفت تمرکز کنید، نه کمال. گام دوم، روتین‌های آسان ایجاد کنید. به نیروی اراده تکیه نکنید. روتین‌ها یا عادت‌های روزمره بسازید. نیروی اراده تموم میشه، اما روتین‌ها کارها رو خودکار میکنن. به عنوان مثال اگه میخواید ورزش کنید، کفشاتون رو کنار تخت بذارید. به این ترتیب وقتی بیدار میشید شروع کار آسان خواهد بود. روتین‌ها مثل چرخ‌های کمکی دوچرخه‌اند، کارها رو آسون میکنن تا زمانی که بتونید اونها رو به طور طبیعی انجام بدید. چه روتین کوچیکی رو میتونید امروز شروع کنید؟ شاید نوشتن فهرست کارهای روزانه هر صبح یا نوشیدن یه لیوان آب بلافاصله بعد از بیدار شدن. این عادتهای کوچیک ساختار ایجاد میکنند و به شما کمک میکنند که شتاب بگیرید. گام سوم، از قانون 2 دقیقه استفاده کنید. سخت ترین بخش شروع کردنه، پس به خودتون قول بدید که فقط برای 2 دقیقه روی اون کار تمرکز خواهید کرد. همین. میخواید کتاب بخونید؟ 1 صفحه بخونید. یا میخواید اتاقتون رو تمیز کنید؟ از یه گوشه شروع کنید. وقتی شروع کردید ادامه دادن آسونتر میشه. این مثل هل دادن یک توپ از بالای تپه است. هل اول سخته اما بعد از اون خودش میغلطه. نکته پاداش. پس از انجام 2 دقیقه کارتون به خودتون پاداش بدید. یک جشن کوچیک بگیرید. شاید گوش دادن به آهنگ مورد علاقتون باشه
یا یک استراحت کوتاه. پاداش‌ها باعث میشن شروع کار حس خوبی داشته باشه و شما رو به ادامه دادن ترغیب میکنه. واقعیت اینه همه از نقطه کوچیک شروع میکنن. افرادی که تحسینشون میکنید هم با مشکل مواجه بودند اما ادامه دادن. لازم نیست عالی باشید، فقط باید شروع کنید. به آرزوهاتون مثل یک آتش نگاه کنید. در حال حاضر یک جرقه کوچیکه، اما هر اقدام کوچیکی که انجام میدید مثل اضافه کردن سوخته. مدام سوخت اضافه کنید و به زودی یک آتش فروزان خواهید داشت. پس امروز برای روشن کردن اون آتش چه خواهید کرد؟ به یاد داشته باشید شکست اشکالی نداره، همه شکست میخورن. چیزی که مهمه اینه که بلند بشید و دوباره تلاش کنید. شکست نقطه مقابل موفقیت نیست، بلکه بخشی از مسیره. پس با خودتون مهربون باشید و به حرکت ادامه بدید. بذارید ساده بگم، اگه بلند پرواز هستید اما تنبل، کارهای زیرو انجام بدید. 1. وظایف رو کوچیک و آسون کنید. 2. روتین بسازید و 3. فقط 2 دقیقه تلاش شروع کنید. همین. منتظر زمان عالی نمونید. همین حالا شروع کنید. یک کار رو انتخاب کنید و امروز یک قدم کوچیک بردارید. رویاهای شما منتظرن. برید و اونها رو محقق کنید و این رو به خاطر بسپارید. لازم نیست عالی باشید، فقط باید ثابت قدم باشید. حتی تلاش‌های کوچیک که به طور منظم انجام میشن میتونن تغییرات عظیمی ایجاد کنند. اما بدون اقدام نمیتونید ثابت قدم بمونید.